کومیلا با فرزندش راه یافتن به اینترنت را می‌آموزد. این کودک 12 ساله می‌خواهد طبیب شود و مادر می‌خواهد او از این راه دانشش را توسعه دهد. اگر در ویدیو جراحی سبک باشد بگذار تماشا کند، اما اگر از آن زیادتر چیزی باشد که به ذهنش تاثیر می‌رساند نمی‌گذارم تماشا کند. به اندیشه این مادر پورا کندن کودک از اینترنت مقبول نیست. روسا ضرب المثل دارند که باور کن اما بسنج و عادتا از نام من به صفحه یوتیوب وارد می شود و من از رفتی کارش خبر دارم. یک پژوهش تازه برعکس نشان داده که اکثر والدان تاجیک نمیدونند فرزندان نورسشون به کدام صفحه های اینترنتی وارد می شوند. والدین مخصوصا زنان قاید نمودند که آنها اوقات نیستند که نورس فرزندی از دختر می پسر می در روند استفاده برای اینترنت با چگونه شبکه‌ها سرکار دارد، کدام معلومات را از اونجا استفاده میبرد و این هم باعث نگرانی میباشد، چون که والدین آگاه نیست. در نتیجه شبکه‌های اجتماعی گوناگون هستند و در اونجا اطلاعات غرضانه نیست میتواند باشد. این پژوهش میانی بیش از 6000 نورس و پدر و مادران آنها انجام شده مشخص کرده است که 37% نورسانی از 10 تا 14 ساله تاجیک به کامپیوتر و 19% دیگر به اینترنت دسترسی دارند. ما باید به فرزندان بفهمانیم که به کدام صفحه وارد شدن لازم نیست، به خصوص حالا که مبلغان تروریسم و اکستریمیسم در اینترنت زیادند. مقامات تاجیک از دسترسی آزاد نورسان به اینترنت اظهار نگرانی میکند و میگوید اینترنت بر رفتار کودک تأثیری بد دارد. که فحش هست و دیگر زوراوری هست و کشتار است، همین ها وارد میشن. البته در این سن سال برای آنها این چیز جالب است و آنها میخواهند که بیشتر به همین سایت ها کار کنند. مقامات میخواهد دسترسی نورسان را به تنظیم درآورد، اما بعضی ها محدود ساختن را راهی حل نمیدانند. وقتی که ما میگوییم که آنها طفل بیگناه هستند و از یگان چی خبردار نیستند، ما فراموش میکنیم که متاسفانه این جوانانی دوره‌های شوروی نیستند که با آنها چیزی که گویی اونها باور کنند. این اون جوانایی هستند که فقط و دلیل میگویند. این تحلیلگر میگوید با وجود منفعت‌های اینترنت برای کودک سرچشمه ناخوبی‌ها نیز هست. این موضوع نباید از نظر والدین هم دور ماند. هر گونه عکس‌های نالازم، ویدیوهای نالازم تماشا میکنند، حتی با کامپیوترهای خود نصب میکنند اونها یا با تلفن‌های موبیلی خود. در برابر این عکس‌های خودشون را به همه روان میکنند، اطلاعات شخصی خودشون را به همه روان میکنند و نمیدونن که این اطلاعات شخصی بر ضد اونها نیست، میتوانند اون را استفاده کنند. کارشناسان میگویند وارد شدن کودکان به اینترنت نباید محدود شود، اما در دریافت معلومات مهم و منفعت بخش از اینترنت کودکان را باید راهنمایی کرد.